هممون میدونیم انسان‌ها خیلی کنجکاون، مخصوصا در مورد فضا. میخوام بفهمن اونجا چه خبره، چه جور موجوداتی اونجاها پیدا میشه. تو این میلیاردها ستاره و کهکشانی که وجود داره چه خبره؟ دست کیه اونجاها؟ قیافه‌های عجیب غریبی رو برای خودمون ساختیم و هزاران فیلم هم در موردشون ساخته شده، اما هیچ کدومشون واقعی نیست. اینقدر ما دنبال این فضا هستیم که یک جاهای زمین خودمون رو فراموش کردیم که خیلی نزدیکتر از فضاست، ولی نمیدونیم چه خبره. شاید بگین کجاست اینجا؟ اینجا در اعماق آبهای زمین. به به چقدر زیباست. میدونید که تو عرض این بزرگترین پهنه آبی زمین 5 تا کره ماه بغل هم جا میگیره. حالا طولش هیچی، ببینید چه عظمتیه. همین سطحش رو نمیتونیم تصور کنیم، حالا ببین توش چه خبره. وقتی وارد این آب میشی زندگی رو با چشمات میبینی. نور خورشید رو میبینی که تو آب رو روشن کرده و موجودات زیبا و گوناگونی دارن زندگی میکنن. تا جایی که این نور خورشید وجود داره یک دنیای زیبا و پر از زندگیه. اما وقتی از حدود 200 متری میری پایین تر انگار دنیات داره عوض میشه، چون داری وارد ناحیه میان دریایی میشی که به انگلیسی بهش میگن توایلایت زون. این ناحیه از 200 متری شروع میشه و تا 1000 متری ادامه داره. تو این قسمت کاملا تاریک نیست، چون نور خورشید هرچند کم ولی بهش میرسه. البته نه اونقدری که فتوسنتز اتفاق بیفته و پلانکتون ها بتونن به زندگیشون ادامه بدن و گیاهان مختلف هم رشد کنن. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از مهمترین منابع تغذیه موجودات مختلف وجود نداره. بیشترین چیزی که توی این ناحیه میتونی پیدا کنی برف دریاییه. این اون برفی که من و شما میشناسیم نیست. یک بارش هست، اما شامل فضولات حیوانات بالادستی، اجساد متلاشی شدهشون، میکروب ها و کلاً هر چیزی که رو به مرگ رفته راهی نداره جز این که بره پایین. این به شکل برف تو منطقه توایلایت دیده میشه. وقتی ما یه همچین برفی رو نگاه میکنیم فکر میکنیم مثل یک فاضلاب میمونه، اما باید بدونید که همین برای موجودات اون منطقه حیاتیه. اونها چیزی ندارن جز این که از این برف تغذیه کنن. به زبون ساده هر جایی که خوراک باشه خورندش هم هست. اما موجوداتی که خوراکشون این برفه با موجودات معمولی فرق میکنن، یه مقدار عجیب غریب ترن. وقتی وارد ناحیه میان دریایی میشی فکر میکنی اونجا جزو کره زمین نیست، چون نه موجودات شکل زمینه نه قیافه محیطش. مثلا اینو نگاه کنید، سرپاوران شیشه‌ای که به انگلیسی بهش میگن glass squid. این مثل شیشه میمونه، میتونی بیاریش بندازی رو پنجره. البته این قسمت شوخی بود، ولی واقعا مثل شیشه میمونه. هم اعضای بدنش رو میتونی ببینی، هم اون برشو. حالا چرا این شیشه‌ای شده؟ برای اینکه نبیننش. تنها چیزی که واضحه و موجودات هم میتونن ببیننش همون 2 تا چشماشه. البته این تنها شیشه‌ای این منطقه نیست. مثلا این موجود، عروس دریایی کلاخودی یا به انگلیسی هلمت فیش، که قسمت مهمی شیشه‌ایه. یا این تبرماهی مارین هچت فیش. این موجودات به این شکل برگشت کردن که درنده ها اینها رو نبینن و بتونن جون سالم به در ببرن. این زیر واقعا پر از عجایبه. بعضی جانداران دیگه اینجا هست که نه تنها خودشونو قایم نمی کنن بلکه به نمایش میذارن، مثل این که تو انگلیسی بهش میگن کومجلی و جزو شانه‌دارانه.
این جاندار تو بدنش یک انرژی تولید میکنه و اونو تبدیل به نور میکنه که به یک همچین چیزی میگن زیستابی یا بایولومینسنس. حالا چرا چراغونی را انداخته؟ هدفش از این کار چیه؟ درنده ها بهش حمله نمیکنن؟ نه، این با این کاراش درنده ها رو میترسونه که هیچی، بلکه میتونه توماهاش هم راحت تر گیر بندازه. تو این منطقه آبزیان چراغونی زیاده. یکی از دلایلش همینی که توماها رو گیر بندازه، درنده ها رو بترسونه و بعضیشون هم برای پیدا کردن جفت نورانی میشن. جای دنجی دارن ها. جاندارانی بودن که میلیون ها سال از دست انسان راحت بودن، چون همین الانش هم انسان ها به سختی میتونن تو این مناطق برن، مگر اینکه وسیله خاصی داشته باشن. به این ناحیه میتونیم بگیم دنیای سیاه و سفید، چون یا باید تاریک باشی و خودتو پنهان کنی و یا برعکس روشن بشی و خودتو به نمایش بذاری. قسمت جالب موجودات توایلایت اینه که وقتی خورشید غروب میکنه و اون یه ذره نورم میره، جانداران پایین دستی خودشونو میکشن بالاتر و چون تو تاریکی دیده نمیشن راحت شکار میکنن. گفتیم که اینها بین 200 تا 1000 متر دارن زندگی میکنن. وقتی میگیم میرن بالاتر یعنی یه ذره از اون 200 متر رد میشن و یک سری از موجودات طبقه بالا رو که به تاریکی عادت ندارن میگیرن و میخورن و خیلی زودم برمیگردن تو منطقه خودشون. به این حالتی که الان تعریف کردیم میگن مهاجرت عمودی روزانه، یعنی هر شب برای غذا میان بالا میخورن برمیگردن پایین. اون بالایی هم که جرأتشو ندارن برن دنبال اینها. جالبه که بدونید این مهاجرت عمودی روزانه که در ژرفای دریاها داره اتفاق میفته، بزرگترین مهاجرت ها در کره زمینه. اگر کوچ کردن تمام موجودات خشکی کره زمین رو همدیگه جمع بزنیم، نسبت به این مهاجرت هیچه. جانورشناسان میگن توی این کوچ روزانه شاید تریلیون ها جاندار شرکت داشته باشن. البته پلانکتون ها هم داریم توش حساب میکنیم. جانداران ریزه میزه فراوونی که تو آب وجود دارن که هم میخورن هم خورده میشن. شاید باورتون نشه، این داستان مهاجرتی که الان براتون تعریف کردیم انسان‌ها تازه فهمیدن. در دوران جنگ جهانی دوم، اونم تصادفی، فهمیدن که چه مهاجرتی هر روز داره اون زیر اتفاق میفته. سنسورهایی که برای پیدا کردن مین و زیردریایی و اینجور چیزا کار گذاشته بودن میفهمه روزانه میلیون ها تن جرم داره بالا پایین میشه. میگن این چیه؟ زیردریایی، کشتیه، اژدر چیه؟ بعد که تحقیق میکنن میبینن اینکه جانداران دارن هی بالا پایین میشن. کوچ کردن موجودات خشکی رو هزاران سال شناختیم، ولی اون زیر رو تازه فهمیدیم. حالا میخوایم بریم فضا رو هم بشناسیم. اول همین زمین تو بشناس، نمیخواد بری فضا. ما الان بین 200 تا 1000 متر رو داریم نگاه میکنیم، یعنی یه طبقه پایینتر از اون قسمت نورانی. با وجود اینکه یه ذره تو این تاریکی وارد شدیم، میبینیم یک دنیای دیگه است و این تازه شروع دنیاهای عجیب تر اون پایینه. خب بریم پایین ببینیم چه خبره. وقتی از منطقه میان دریایی عبور میکنیم، وارد ناحیه ژرف دریایی میشیم که منطقه نیمه شب هم بهش میگن، یا به انگلیسی میدنایت زون. دیگه از اینجا به بعد هیچ نوری وجود نداره. زور نور خورشید دیگه نمیرسه بره پایین‌تر. منطقه نیمه شب بین 1000 تا 4000 متره. منطقه‌ای که فقط شبه. تو این ناحیه دما هم خیلی سرده. معمولاً 1 تا 2 درجه بالای صفر. چیز ترسناکتر این منطقه
فشاریه که وجود داره بیشتر از 5800 PSI. این در صورتیه که اگر من و شما کنار اقیانوس ایستاده باشیم، فشار هوایی که رو بدنمونه 14.7 PSI. و این یعنی چی؟ یعنی این که ما اون پایین یه ثانیه هم نمیتونیم زنده بمونیم. آن واحد پوچ میشیم. تایتانیک هم تو همین منطقه خوابیده. بهترین نمونه زیردریایی اوشن گیت که این کلیپش هم در آنتن هست. چند نفر توی این زیردریایی نشستن، رفتن پایین که بقایای تایتانیک رو ببینن، اما زیردریاییشون تحمل این فشار رو نیاورد و مچاله شد. همه مردن. سرعت مچاله شدن اوشن گیت 3000 کیلومتر در ساعت بوده، یعنی زیر 1/100 ثانیه اینها پود شدن. برای همین میگن کسانی که تو اوشن گیت بودن هیچی نفهمیدن. 1/100 ثانیه هم نبوده دیگه. خودتون تجسم کنید. پس تو این منطقه اقیانوس همه چی له میشه دیگه. کسی وجود نداره. موجودی چیزی هم اینجا هست؟ بله که هست. فرگشت هر چیزی رو میتونه آماده کنه. مثل ایشون، اژدها ماهی یا دراگون فیش. این اژدها رو وقتی نگاه میکنی زیر چشماش قرمزه. قرمزی که تو اون منطقه هیچ کس نمیبینه جز خودش. این قرمزی حالا چیه؟ چراغ لیزری یا چراغی که باعث میشه تومه رو ببینه و شکار کنه. جانورشناسان میگن اژدها ماهی طوری فرگشت کرده که زیر چشمش این چراغ به وجود بیاد. اونم چراغی که هیچ موجود دیگه ای اونجا نتونه ببینه. خب بریم یه چیز دیگر رو ببینیم. این قلابچه ماهی رو، یا به انگلیسی انگلر فیش. ماده این ماهی یک نوع قلاب‌طوری بالا سرشه که سرش یک چراغه. این چراغ باعث میشه که تومه حواسش بره به چراغ و دندونهای ترسناک اینو نبینه و نفهمه که چه بلایی داره سرش میاد. این ماده قلابچه ماهی بود، اما نرش هم کوچکتره هم ضعیفتر. چراغ هم تازه نداره. اصلا در مقابل ماده هیچ حرفی برای گفتن نداره. تنها دلیل زندگی این نر چیه؟ که با ماده جفتگیری کنه که اون بتونه تخم ریزی کنه. بقیه مواقع کاری نداره، فقط دنبال غذاه. وقتی یکیشون ماده گیر نیاورده و بعد از مدت طولانی موفق میشه، میره سریع میچسبه به بدن ماده. وقتی با دهانش به ماده میچسبه، عمرش به پایان رسیده، چون دیگه میمیره، اما تبدیل میشه به یک کیسه اسپرم که رفته رفته وارد بدن ماده میشه و تخم‌ها رو بارور میکنه. جانورشناسان میگن این جفتگیری یکی از عجیبترین و جالبترین جفتگیری های کل کره زمینه که در هیچ جاندار دیگه دیده نمیشه. قلابچه ماهی خیلی موجود جالبیه، خیلی هم کمیابه، به راحتی همه جا نیست. بیشتر جاندارانی که تو ناحیه نیمه شب پیدا میشن فرصت طلب‌هان که دنیا و زندگیشون وابسته است به برف دریایی. جانورشناسان در این مورد نظریه میدن اینها قبلا بالاترها زندگی میکردن، اما به خاطر اینکه شکارچیان زیادی تهدیدشون میکرده، طی میلیون‌ها سال رفته رفته اومدن پایینتر و بدنشون فرگشت کرده که بتونن زنده بمونن و طی همین مدت هم فرگشت کردن که از برف دریایی به راحتی تغذیه کنن. وقتی اون بالا دست ها یک موجود بزرگ مثل وال آبی میمیره، این پایین عروسی میشه، چون یک منبع پر از خوراکی سرازیر میشه به طرف پایین. تورا هم همه ازش میکنن. اینجوری نیستش که جنازه سالم برسه اون پایین. این جسد بالاخره میرسه به کف آب که البته هر جای یک ژرفایی داره. بعضی جاها 3000 متر، 4000 متر، 5600 متر. حالا ما فکر میکنید جنازه این وال آبی در یک منطقه‌ایه که کف آب 4000 متریه. این منبع غذایی که رسیده اون پایین سالهای سال هزاران موجود رو سیر میکنه. یه سری میان پوستشو میخورن، یه سری میان گوشتشو میخورن، یه سری دیگه اعضای بدنشو میخورن. آخر سر میمونه استخونها. اونها هم مشتری داره، از کرمهای مختلف بگیر تا جورپای بزرگ.
که این استخوان‌ها رو میخورن و در نهایت چیزی باقی نمیمونه. قبل از اینکه به استخوان برسه، گوشت این یک مشتری دیگه هم داره که نگفتیم. کوسه های خوابالود یا اسلیپر شارک. این کوسه ها قوی ترین کوسه هایی هستند که میتونن اینقدر برن پایین. شاید بگین وقتی زیردریایی اوشن گیت اون پایین له میشه، مثلا همین کوسه چرا له نمیشه؟ برگشت باعث شده که این فشاری که این زیر وجود داره در تمام بدن این یکسان باشه. یعنی مثل اوشن گیت نیست که توش خالی باشه. اگر به پوستش داره فشار میاد، داخل بدنش هم یک همچین فشاری وجود داره و اینها همدیگر رو خنثی میکنن. اگر در این مورد میخواین کامل بدونید، ویدیوشو ساختیم. چرا ماهی ها مچاله نمیشن؟ خب آماده این بریم پایین تر از 4000 متر؟ مجبوریم بریم چون میخوایم ببینیم چه خبره. به از 4000 متری تا 6000 متری میگن ناحیه مغاکی یا ابیسال زون. بیشتر آبهای زمین در ناحیه مغاکی به کفشون میرسن، یعنی دیگه بیشتر از اون ژرفا ندارن. حالا تو این مغاکی هم موجود زنده وجود داره؟ بله که داره. موجودی مثلا مثل 8 پای گوشتراس یا ستاره سبدی یا خیارهای دریایی یا گوجه فرنگی دریایی. البته گوجه فرنگی رو جدی نگیرید. مثلا این 8 پای گوشتراز که به انگلیسی بهش میگن دامبو اکتوپوس، گوشتراز اون پاییناست که یک مشخصه منحصر به فرد داره و اون اینه که با گوشهاش شنا میکنه، چیزی که در هیچ 8 پای دیگه‌ای دیده نمیشه. و دیگه این که مثل مارمولک هم رنگ عوض میکنه، اونم برای این که از دید درندگان اون پایین خودشو پنهان کنه. این ستاره سبدی هم که گفتیم همون جا هست. این واقعا یک سبده که خودشو باز میکنه و پلانکتون های دریایی به این سبد گیر میکنن و این میگیره میخوره. خلاصه این زندگی جانداران مغاکیه که تا حدودی شناختیمش. بریم پایین تر. برای رفتن پایین تر باید بریم سراغ دره‌های کف اقیانوس که در نقاط مختلف اقیانوس هستن، یکی از یکی عمیق‌تر و یکی از یکی هم وحشتناکتر. عمیق‌ترین این دره‌ها رو که میشناسید، گودال ماریانا که در این منطقه اقیانوس آرام قرار گرفته. حالا این دره‌ها تو چه ناحیه‌ای از اقیانوس قرار گرفته؟ بله، بعد از ناحیه مغاکی، ناحیه فراژرف قرار گرفته که به انگلیسی میگن هیدال زون. هیدال از هیدیز یونانی میاد که یعنی خدای دنیای مردگان یا جهان زیرین هم بهش میگن. یعنی به انگلیسی منظورشون اینه که اینجا زیر دنیاست. از لحاظ علمی بخوایم تعریف کنیم، از 6000 متر به بعد فراژرفه یا همین هیدال زون. در این منطقه دیگه دما بالای صفر نیست، تقریبا صفره. یعنی باید همه چی یخ بزنه، اما یخ نمیزنه. چرا؟ برای اینکه فشار به قدری زیاده اجازه نمیده چیزی یخ بزنه. در این منطقه فشار آب بیشتر از 15000 PSI، یعنی 1000 برابر فشاری که روی خشکی وجود داره. با وجود این فشار وحشتناک اینجا هنوز زندگی وجود داره. مثلا این حلزون ماهی رو ببینید، تقریبا در همه گودال‌های کف اقیانوس پیدا میشه، حتی ژرف‌ترینشون ماریانا. وقتی زندگی موجودات اون زیر رو نگاه میکنیم یه فکرایی میاد تو سر آدم و اون اینه که وقتی اینها اون زیر دارن زندگی میکنن پس میتونه یک جاهای عجیب غریب دیگه هم زندگی وجود داشته باشه، چون توی فراژرف جای وحشتناکیه برای زندگی. درست مثل این که رو ماه اروپا زندگی کنیم، یکی از ماههای هرمز یا مشتری، اگر اینجا میشه پس اونجا هم میشه. این نظریه‌ایه که به شدت محکمه. برای همینم انسان خیلی دوست داره بره زیر یخ‌های ماه اروپا رو نگاه کنه که احتمالاً میگن توش زندگی وجود داره. این موجود چیش کمه که زیر یخ‌های ماه اروپا نباشه. مثلا این دو جور پای غول رو ببینید که به انگلیسی بهش میگن سوپر جاینت امفیپاد که بزرگترین دو جور پاست. شاید بگین حالا دو جور پا دیگه چیه؟
دوجورپایان یک سری جانوران پلانکتونی هستند که در نواحی مختلف آب زندگی میکنن. اما این غول اون پایینم پیدا میشه و بعضی وقتا یه غولی میشه واسه خودش. البته در حد و اندازه دوجورپایان. قدش به 34 سانتی متر میرسه. توی 15,000 PSI به این راحتی داره زندگی میکنه. خمم به ابروش نمیاد. همینجوری که من و شما زندگی این رو انقدر عجیب میدونیم، شاید اونم بیاد رو زمین زندگی ما رو عجیب ببینه. اطلاعات جالبی بود از ژرفای اقیانوس‌ها، ولی 5% هم نبود. تقصیر ما هم نیست که انقدر کمه، چون دانشمندا خودشون میگن ما هنوز 5% ژرفای اقیانوس‌ها رو هم کشف نکردیم. هنوز نمیدونیم اون 95% بقیه‌اش چیه. برای همین هم است که میگن اطلاعاتمون از فضا بیشتر از اطلاعاتمون از ژرفای اقیانوس هاست. در ضمن اونم حرفه ها، اونم زیاد نمیدونیم.